فران تورس لعنتی هیچ وقتی به درد بارسلونا و به درد بارسایی نخورده دوست عزیز. همیشه برخلاف چیزی که بارسایی از این توقع دارن انجام میده. در جام جهانی دوست عزیز همه بارسایی میخواستن که بدر مسی برنده شود، ولی فران تورس لعنتی آمد طرفدارای خودش و طرفدارای بارسلونا رو ناراحت ساخت و اسپانیا قهرمان شد. چیزی که بارسایی میخواستن او رقم نشد. ولی حال دوست عزیز دوباره در بارسلونا هیچ گوی نیستی فران تورس دوست عزیز، ولی اگه همی بازیکن بره اتلتیکو مادرید بلای جان بارسلونا خواهد شد، یا اگه بره پاریس سن ژرمن بلای جان بارسلونا میشه. نه میتونه باشگاهی را بفروشه، نه هم سرازی میتونه حساب کنه. کلا به درد باشگاه نمیخوره. منچستر سیتی ایت یک چیز در جان بارسلونا زده دوست عزیز که تا آخر عمر فراموش نمیشه. نمیفهمی فران تورس واقعا از بارسلونا چی میخواد. مثل دمبله میشه دوست عزیز. دمبله در بارسلونا همیشه مصدوم حال رفت در 2 تا چمپیونز لیگ گرفت. یعنی نظر شما چی از این مورد دوست عزیز؟ امیر رقم است یا نیست؟